تا به حال براتون اتفاق افتاده که راجع به مسئله یا مشکلی با یکی از دوستاتون صحبت کنید اما پی ببرین که اون دلیل اهمیت داشتن موضوع برای شما رو درک نمی‌کنه؟ تا به حال براتون اتفاق افتاده که ایده‌ای رو مقابل یک گروه مطرح کنید و در مقابل ایده شما با سردرگمی افراد حاضر مواجه بشه؟ یا درگیر یه مشاجره و بحث باشید و ناگهان طرف مقابل شما رو به این متهم کنه که اصلاً به صحبتاش گوش نمی‌کنید؟ چه اتفاقی افتاده؟ پاسخ اون سوء تفاهمه. ما هم توی شرایطی مشابه یا حتی به شکل دیگه اون رو تجربه کردیم. این شرایط میتونه به سردرگمی، دشمنی، برداشت اشتباه یا حتی سقوط یه سفینه میلیون دلاری بر سطح مریخ بیانجامه. واقعیت اینه که حتی در موقعیتی که افراد مقابل هم توی فضایی که براشون یکسانه با هم صحبت میکنن، بازم ارتباط برقرار کردن به گونه‌ای پیچیده است. اما خبر خوب اینه که درک اولیه از اونچه که هنگام برقراری ارتباط بین ما اتفاق میفته میتونه در جلوگیری از ایجاد سوء تفاهم مفید باشه. برای چندین دهه محققان به دنبال این بودن که پی ببرن هنگام برقراری ارتباط میان افراد چه اتفاقی میفته. یکی از تفسیرها و نظریه‌های ارائه شده الگو یا نظریه انتقاله. از این دیدگاه ارتباط به معنای انتقال پیام از فردی به فرد دیگه تعریف شده. مثلا کسی که توپی رو پرتاب میکنه و میره، یعنی منتظر عکس‌العمل یا پاسخ نمیمونه. ولی در واقعیت این نظریه ساده توضیح خوبی برای پیچیدگی روابط ارائه نمیده. وارد الگوهای معادلاتی بشین که چالش‌های بسیاری رو در مورد برقراری ارتباط اضافه میکنه. این دیدگاه دقیق‌تریه که به روابط میان افراد مثل یه بازی بدبستون نگاه میکنه. همونطور که در حین ارتباط پیام خودمون رو میفرستیم، از طرف مقابل هم پاسخی دریافت میکنیم. حین انتقال پیام معنا شکل میگیره، اما طی همین مبادله پیام پیچیدگی‌های رابطه رخ میده. این روابط مثل روابط بین شخصیت‌های دنیای جنگ ستارگان نیست که بعضی از افراد بتونن ذهن رو تسخیر کنن و تمام افکار و احساسات رو از طریق نوعی رابطه خاص ذهنی با هم تقسیم کنن. به عنوان یه انسان ما نمیتونیم کمکی بکنیم، اما میتونیم به کمک دیدگاه‌های روانشناسیمون به طرف مقابل پیام بفرستیم و پیام اون رو هم دریافت کنیم. طی برقراری رابطه، شخص چیزی رو که از پیام دریافت شده متوجه شده بیان میکنه و فرد شنونده با درکی که خودش از اون پیام داشته به اون گوش میده. فیلترهای دریافتی ما به طور مداوم در حال تغییر پیام‌ها طبق درک و دیدگاه خودمونن. اون بازی بدبستون یادتون هست؟ به جای اون توپ یه مشت خاک نرم یا گل رو تصور کنید. هر بار که یکی از طرفهای رابطه اون رو میگیره، طبق نظریات و درک خاصی که از پیغام دریافت شده داره، اون رو شکل میده و این تغییراتی که ایجاد میکنه تحت تاثیر سن و سال، میزان دانش یا تجربیات گذشته فرد، جنسیت، نژاد، قومیت، مذهب یا تاریخچه خانوادگی اون فرده. هر کسی بر اساس نوع رابطش با فرد مقابل، درک خودش از معنا و مفهوم کلمات پیغام رو دریافت میکنه. افراد ممکنه تحت تاثیر عوامل دیگه‌ای مثل ترافیک یا غار و غور شکم حواسشون پرت شه. حتی ممکنه احساسات حین رابطه بر درک منطقی فرد غلبه کنه و حتی تعداد کسایی که وارد بحث میشن در حالی که هر کدوم دارای عقیده و نظر خاص خودشون هستن بیشتر بشه و پیچیدگی روابط به طرز وحشتناکی زیاد بشه. پس طی زمانی که این یه مشت خاک یا گل بین دو طرف بازی جابجا میشه، تغییر شکل پیدا میکنه، دوباره شکل میگیره و مدام در حال تغییره. خیلی بعید نیست که گاهی پیام ما حین رابطه به یه گلوله سوء تفاهم تبدیل بشه. اما خوشبختانه چند تمرین ساده وجود داره که میتونه توی عکس‌العمل‌های منفی که روزانه از ما سر میزنه به ما کمک کنه. 1. بررسی کنید اونچه که پیشتر شنیدیم با اونچه که بعد از اون میشنویم یکی نباشه. با انرژی کامل، با پاسخهای شفاهی و غیر شفاهی که از طرف مقابل دریافت میکنید، درگیر بشید و به اونا توجه کنید. پیغام خودتون رو تعدیل کنید تا درک اون آسان‌تر بشه. 2. به همون خوبی که با چشما و گوشاتون گوش میکنین، با دلتون گوش کنین. به یاد داشته باشین که برقراری ارتباط بیش از یه سری کلمه است. 3. همونقدر که برای انتقال پیام خودتون وقت صرف میکنین، برای درک پیام طرف مقابل هم وقت بذارین. اگه توی بیان عقیده خودمون تندی نشون بدیم و عجله کنیم، دو جانبه بودن رابطه رو به راحتی فراموش میکنیم. برای اونچه که طرف مقابل ممکنه بیان کنه، گشاده رو و پذیرا باشین. نکته 4. از فیلترهای دریافت کننده های خودتون آگاه باشین و به اونها مسلط بشید. اساس و عوامل اصلی تجربه های شما شامل فرهنگ، جامعه و خانواده بر دید شما نسبت به دنیای اطرافتون تاثیر مستقیم داره. برای این مثال بگید من این مشکل رو اینطوری میبینم. نظر شما چیه؟ فکر نکنید که برداشت‌های شما از یه مسئله حقیقت محضه. همه اینها به شما کمک میکنه روی گفتگوهایی که با سایرین خواهید داشت کار کنین تا با هم به یه درک معمول از موضوع مورد بحث خودتون برسید.